اولیش میم کوین رت بود با 1424 رای و سایت کوین مارکت کپ هست. اگر شما در قسمت جستجو رت رو سرچ کنید میتونید که پیداش کنید. Renewable Energy یعنی انرژی تجدیدپذیر. این نمای کلی از چارتش هست. نکته مهمی که دیده میشه اینه که حجم معاملات چند ماهی هست که بالای 1 میلیون دلار بوده. در گذشته زیر 1 میلیون دلار بوده ولی الان چند ماهی هست که بالای 1 میلیون دلار بوده. حجم معاملات 24 ساعته در حال حاضر 1 میلیون و 400 هزار دلار هست. مارکت کپ 3 میلیون و 900 هزار دلار هست. خب مارکت کپ نشون میده که سبک هست و جای رشد بیشتری داره، میتونه بیشتر رشد کنه، سنگین نیست مارکت کپش. قبل اینکه برم سراغ موارد بعدی اینو بگم که به هیچ وجه پیشنهاد نیست، به هیچ وجه فکر نکنید که من اینا رو بهتون میگم تا شما برید سرمایه گذاری کنید. صرفا به خاطر نظرسنجی ما داریم بررسیش میکنیم. پس خوب توجه کنید، این یک پیشنهاد برای خرید نیست. خب در سایت ESC اسکن هولدرها رو نشون میده که در حال حاضر 17,000 هولدر داره و در قسمت اینفو یک اطلاعاتی رو به ما داده و گفته که میم کوین رت در 4 ژانویه 2022 در بستر بایننس اسمارت چین به وجود اومده و بعد نوشته که این یک پروژه غیر متمرکز هست و به دنبال ایجاد پروژه‌های متمرکز و غیر متمرکز در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. خب من اومدم حالا از یک سایت دیگه استفاده کردم تا بررسی کنیم وضعیت سایت رت رو. سایت رت طی یک ماه گذشته 41% افزایش بازدید داشته. حالا این بازدیدها 98%ش با موبایل بوده، با گوشی بوده، با تلفن همراه بوده و حدود 2% هم با دسکتاپ بوده. از جمله نکات مهمی که در این میم کوین به چشم میخوره اینه که کشور ترکیه خیلی خوب داره فعالیت میکنه. کشور ترکیه یکی از اون کشورها هست که در این میم کوین خیلی خوب داره فعالیت میکنه. اینجا میتونید که کشورها رو ببینید. بعدش انگلستان هست، برزیل هست، نروژ هست، آلمان هست و ترکیه با بیشترین درصد ترافیک شیر نشون میده که خیلی خوب دارن عمل میکنن. حالا خود تیم ایرانیش هم فوق العاده داره عمل میکنه و در نظرسنجی هم دیدید که چقدر فعال بودن و چقدر خوب کار کردن. خب این از سایت رت. من از یک سایت دیگه استفاده کردم. اسم این سایت کوین رنکینگ هست. کوین رنکینگ به ما نشون میده که توکن رت از وقتی که اومده در ماه‌های مختلف عملکردش چجوری بوده. اینجا مثلا نوشته که فوریه 2022 منفی 28% بوده. بعد مثلا اومده در می 2022 150% رشد کرده. بعدش 2 ماه منفی بوده، بعد 2 ماه مثبت شده. سپتامبر 2022 430% رشد کرده. در طی یک ماه 430% رشد کرده. ماه بعد منفی 73% بوده، بعد دوباره 42% رشد کرده. بعد سال 2023 رو فوق العاده شروع کرده. 4 ماه اولش رو سبز بوده، هر ماه سبز بسته، کلوز کندل ماهیانش سبز بسته شده. ژانویه 2023 688% رشد کرده. بعد از این 4 ماه که سبز بوده 2 ماه منفی بوده، بعد 2 ماه باز مثبت شده، بعد 2 ماه دوباره منفی بوده و این ماه نوامبر 6% مثبت هست. خب اینم یک برآیند کلی از عملکرد ماهیانش. و اما چارتش در سایت دکس تولز ببینید روندش از روزی که اومده یا رنج بوده یا صعودی بوده. بیشتر صعودی بوده. اینجا یک مدتی رو رنج زده. اینجا یک مدتی رو در یک ناحیه رنج زده. بعدش شکسته، این ناحیه رنج رو شکسته، دوباره رشد کرده و بعد پول بک زده و دوباره رشد کرده. الان قیمت در حال حاضر اینجا قرار داره. نکته‌ای که مهمه اینه که فعلا روندش صعودیه تا اینکه این خط حمایت که داینامیک هست شکسته بشه. اون موقع میاد و تو این ناحیه میتونه که حمایت بشه. ولی فعلا از دست نداده و روندش صعودی هست. خب اینم از چارت میم کوین رت. من از یک سایت دیگه هم استفاده کردم، یک سری اطلاعات مفید رو در اختیار شما عزیزان قرار دادم. اهم از این که نزدیک 50%
از ساپلای سوخته شده و نزدیک 50% در گردش هست و در دست افراد هست، در دست هولدرها هستش. کریتور یا سازنده 1/100 از ساپلای دستشه که این یک نکته مثبتی هست. خب اینجا یک سری اطلاعات به ما داده از اینکه این میم کوین چند سالشه، نوشته که 2 سال. بعد لیکویدیتی رو نوشته، استخرش رو $97,000 هستش. مارکت کپش رو نوشته که نزدیک $5 میلیون هستش و تعداد ساپلایش رو نوشته. در این پایین نوشته که این استخر چند روز پیش قفل شده، نوشته 2201 روز پیش 67 BNB و 2201 روز پیش 36 BNB قفل شده. خب اینجا یک سری اطلاعات رو به ما میده. اصلا هم یک لحظه اینترنتمون قطع شد. اینجا یک سری اطلاعات رو به ما میده. سایت دکس تولز هست، چون این مهم بود سعی کردم که اینو حتما به شما عزیزان بگم. در این قسمت نوشته که کانترکت وریفاید شده، کانترکت تایید شده. این خودش نکته مهمی هست. نوشته که هانی پات نیست. ببینید بعضی از پروژه ها هانی پات هستن. هانی پات یعنی شما می‌خرید، فرض کنید شما می‌خرید نمیتونید بفروشید، یا شما می‌خرید سعی کنید که انتقال بدید، اون کارمزد رو پرداخت می‌کنید، هم کارمزد هم مبلغی که خریدید میره تو کیف سازنده، یعنی سازنده برای خودش برمی‌داره، یعنی کلاهبرداری می‌کنه. ولی نوشته که هانی پات نیست، نوشته هانی پات نو و سبز هست. این خودش نکته مهمی هست که باید بهتون میگفتم. بعد کارمزد خرید و فروش رو نوشته 3% هست و میزان اعتماد کامیونیتی این میم کوین بالای 98% هست که اینم نکته مهمی هست. و اینم که جدول بای و سل هست که اینجا میتونید خریدها و فروش‌ها رو ببینید. خب این از میم کوین اول، میم کوین رد. همونطور که دیدید شرایط خوبی داره، چارت خوبی داره و فعلا داره عملکرد خوبی رو از خودش نشون میده. همچنین در مورد میم کوین رد اینو هم اضافه کنم که در قسمت هولدرز ها صرافی که بیشترین توکن رو خریده صرافی مکسی هست با $550,000 دارنده این میم کوین هست. و یه مورد دیگه هم اضافه کنم، اگر شما برید سایت این میم کوین می‌بینید که در حوزه گیمینگ هم فعالیت میکنه. یک بازی داره به نام وار آف انرژیز که یک بازی استراتژیک هست و یه پلتفرم دیگه هم دارن، پلتفرم اسمشون رد فارکس هست که فکر کنم الان در نسخه آزمایشی هستش و به زودی نسخه اصلی هم خواهد اومد. اطلاعات بیشترش رو میتونید از گروه ایرانی رد دریافت کنید. خب اینم از میم کوین رد. یک سری مطالب مونده بود که باید بهتون میگفتم.